السلام علیکم خدمت تمام مشتی ها لوتی ها. قدم رو جفت چشام گذاشتین. خیلی خوش اومدید به برنامه 18 تیغ. بدون معطلی مهمون این برنامه رو معرفی میکنیم که کسی نیست جز آیسون اسلامی. جان 18 تیغ باشه شیر من. خوب دوش آیسون، چه خبر سولو؟ خاکم داشت 18. نمیخوای یه سلام علیکم بیننده ها داشته باشی؟ چرا؟ داشتی جای گل سلام. میگم آیسون چی شد انقدر معروف شدی؟ جان پسر شام معروف باشه شیر من. جان نمیخوای بگی چجوری انقدر معروف شدی؟ جان اصلا بی خیال، از فاجارش چه خبر؟ چرا خودت ازش نمیپرسی؟ منطقی بود، ولی حالا تو بگو چی کار میکنه؟ 24 ساعت ورزش میکنه، نه که خیلی هیکلی هم هست، میخواد اون 4 پاره استخونم آب کنه شیر من. یکی خب مگه بعد ورزش؟ جان آیسون شغل حاجی چیه؟ نمایشگاه ماشین داره شیر من. شغل خودت چیه؟ به تو چه؟ راستی که میگم پدرت از کله گونجه های املاک بوده؟ آره ولی قدیر جوانگوله همه زمین رو فرو. میگم داشت آیسون اگه یه روز اجازه بدم بری ایران اولین کاری که میکنی چیه؟ جان سفیر آمریکا باشه شیر مرد. بیننده همون دوست دارم بدونن راز موفقیت چی بوده که اینقدر بین مردم محبوب شدی و کودتو کردی. شیر مرد مربی انگیزشی باشه، میخواد برای اسلام سخنرانی کنه. جان با چی میگی لوتی؟ یه کلام بگو راز موفقیت چی بوده؟ جان تلاش کوشش زحمت. جان یه دقیقه حواسم پرت شد نفهمیدم چی گفتی. یه بار دیگه بگو راز موفقیت چی بوده؟ تلاش کوشش زحمت. اینا که همشون یکی بود. نیست کلم من رو 2 بار بخون، چون من راجع به تلاش صحبت نمی کنم. آخه این چه طرز جواب دادنیه؟ اصلا نخواستیم بابا. وایسا این میوه رو چرا گذاشتی اینجا؟ بذار 2 تا سیب بخوریم بعد خداحافظی کنم. ببین آیسی دست بزنی به اون میوه ها آبرو شرف نمیذارم واسه. نگران پولش نباش، خودم میخوام واسه. ده بحث پولش نیست، همش مصنوعیه.